سلام خدمت همه بینندگان شبکه 3 و همه مردم عزیز ایران. خواستیم که نتیجه بازی رئال و یوونتوس رو پیش بینی کنیم براتون و به نظر من قطعا رئال امشب برنده بازی خواهد بود و ایشالله همه رئالیا امشب پیروز و برنده و قهرمان میشیم. به نظر من 2-0 رئال میبره بازی. نظرت چیه؟ منم سلام عرض میکنم به بینندگان شبکه 3. من فکر میکنم یوونتوس ببره. درسته من رئالی ام ولی اینجوری نگاه نکن. فکر میکنم یوونتوس ببره بازیو چون خیلی منظم تر بازی میکنم. من نظرم اینه. بشناسن رئالیا بشناسن. انشالله همگی یه بازی خیلی خوب ببینید و لذت ببرید. آله یووه شبتون بخیر. آلا مادرید.